خب سه سوال داده بوده است دانشمند رومی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دوی او را برادر ما دریافت کرده است، یکیش نیافته است. اون سه سوال چی بود؟ یکم این دانشمند رومی که بسیار انسان متکبر بود، برای گویم که امام ابو حنیفه را در پیش شاگردها و خلیفه نشان دهد که یک آدم بی سواد است، این به سوالهای من جواب گفتن نمیتواند. آمد نزد خلیفه و خلیفه را گفت همین امام ابو حنیفه که امروز آوازه و تمام عراق فرا گرفته است، میخوام با تمام شاگرداش اینجا حاضرش کن، سه سوالش میتیم، از همین سه سوال من یکی را جواب گفتن نمیتواند. بعدا خلیفه میگوید امام ابو حنیفه را گفت همین خیلی دانشمند رومی آمده است، همین خیلی تصمیم گرفتگی است، خواهش میکنم تمام شاگردهایی که داری همش قدیم دربار من ده حاضر شوید. بعدا وقتی که آمدن این دانشمند رومی همین منبری که من نشستم هم تا بالا در نشست امام ابو حنیفه از پایان گفت سوالها تا پیشنهاد کن، چی سوال داری؟ گفت یکم اینا را من یک بار گفتم که یک برادر با خواهش کرده است. یکم پیش از خدا کسی بود یا نبود؟ دوم همین روی خدا کدام طرف است؟ سیوم الحال خدا چیکار کرده ایستاده است؟ شاگردان شیندن حیرت ماندن این چی سوال؟ حضرت امام ابو حنیفه گفتند تمام. گفتند اگر شما پایان شوین از منبر، اگر من بالای منبر میبرایم، زیرا که الکی شما به من احتیاج دارین. سوال ها تا گوش کردم، تو اگر پایان بیو، اگر من از بالا با شما صحبتی دارم. خیلی پایان آمد، برآمد منبر دو گفت حساب کن. گفت تا 10 حساب کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. گفت اگه با پایان بیا. گفت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. باز پایان بیا. گفت آخه چیزی نیست. وقتی که پیش عدد که خودش یک گویم مجازی است و لفظی است، پیش از یک چیزی وجود نداشته باشد، پس پیش از خدا هم چیزی وجود نداشت. چیزی وجود نداشت گفت پیش از خدا. دویم گفت حیرت ما دانشمند رومی هم فکر میکنن که البته ملا بی سواد هست، ولی بسیار آدم ها خیالشون که ملا بی سواد هست. بعدا گفت روی خدا کدام طرف است؟ حضرت امام ابو حنیفه میگه بعد شاگرداش گفت که یک شمع در تینگ، شمع در دادن. بعد به طرف همین دانشمند رومی گفت کنی نگاه کن که همین روی شمع کدام طرف است؟ همین روشنایی که دارد کدام طرف نگاه دارد؟ دانشمندی گفت به همه طرف روشنایی روانه است نگاه دارد. گفت پس خدا هم به همه طرف نگاه دارد. بعد از آن گفت خدا چیکار کرده ایستاده است؟ گفت الحال تو گفت در باره منبر بودی، کار خدا این که تو را پایان آورد و کار خدا این که الحال مرا بالای منبر آورد و تو را خوار کرد و مرا عزت داد. ما را عزت داد و تو را خوار کرد. اینا کار خدا گفت. خدا اینمی تکرار کرد. گفت میگه دانشمندی رومی خانهش گفتن راست میگه. گفتن هم تا شرمنده روشته و سرخه از مسجد برای از نزد خلیفه برآمد رفت. این بدون سه سوالی که نسبت امام ابو حنیفه دادن. خب دوم شوهر 15 سال زندانی شود یا در بدن شوهر زخم‌هایی هست که زن در حالت همخوابه شدن ناراحت می شود، اینجا زن طلاق می شود یا نه؟ یعنی زنی هست که شوهرش 15 سال ترمش میکنن، 20 سال ترمش میکنن، 25 سال ترمش میکنن، یعنی زندانیش میکنن،
یا بدنش پر از زخم‌های هست که زن با اون خواب کردن نمیتونه، اینجا زن طلاق نمیشه. زن طلاق نمیشه. اگر همون مرد از داخل زندان طلاق کند یا همین مرد بیمار خودش از پیش خود زن طلاق کند، طلاق میشود و الا زن طلاق نمیشود. سیوم دختری که شوهر کرد، شوهرش نامرد برآمد، یک ماه زندگی کردن، طلاقش داد، آیا عده میپاید یا نه؟ شما میدونید برادر عزیز، وقتی که زن سر دادی دختری جوان باشد عدهش 3 حیض است، تو همون 3 حیض نبیند نکاح کردنش نادرست است. ولی بعضی جاها میگه زن سر داد دیگری کس نکاح کرد گیری بردش، اون نکاح نیست، عده باید بپاید. اگر عده مرده شوهر مرد 4 ماه 10 روز، اگر به شرطی که زن دختری جوانی باشد که خون میدیدگی باشد 3 حیض، اگر کمپیر باشد 3 ماه. بعد شوهر سر دادن عده هاشون انامی عدد قطعی است، همین رنگ قطعی است، بعد شوهر کرده میتوند. و این خاطر اگر به شرطی که اینجا یک دختر شوهر کردی شوهرش نامرد برآمد، مقصد هم خوابش اینا نمیتونه بازن، 1 ماه یک جایه بودن، ولی این اگر چنده که همون خلوت صحیحه میگن، یعنی 10 دقیقه اگر مرد حتی اخته کردگی هم که باشد یا بیماری باشد که هم خوابش اینا نمیتوند، 10 دقیقه اگر با همون دختری را که در نکاح در آورد، شریعت حکمش همین است که تو که با این مرد در خلوتی 10 دقیقه یک جایه بودی باید 3 حیض بپاید، 3 حیض پایده بعد شوهر میکنه. و اگر دختری را که نکاح کرد ولی تا حال به خانه‌شون نآورده که طلاقش داد، این خیلی واقعا بسیار شدگی است. انا این خیلی دختر عده نداره، وقتی که او را به خانه نآورده است، مثلا فقط نکاح کردن در مردم ما مقصد روز چهارشنبه نکاح میکنیم، ولی روز شنبه توی جنا کرده که روز پنجشنبه طلاقش داد، این زن چی؟ عده نداره. خب چهارم با ما سوال دادن که قورباغه آبی از قورباغه خاکی چی فرق داره و در آب اگر بمیرد طهارت جایز است یا نه؟ بچه‌ها در کار بوده. قورباغه آبی از قورباغه خاکی فرقش در همین است که برادرای عزیز و گرامی، قورباغه آبی در پنجه‌اش پرده دارد ولی قورباغه خاکی در پنجه‌اش پرده ندارد. اینا کتابا میگیرن، یعنی ببینید شما هم وقت قورباغه آبی را که پنجه‌اشون پرده در بینای پنجه‌اش که پنجه‌اش به پنجه‌اش با پرده پیوند شدگی است، ولی قورباغه‌ای که خاکی در خانه داریم اینا پنجه‌اشون پرده ندارن، همین فرق دارن، دیگر فرقی ندارن. اگر به شرطی که در آب زنه، اینا در درون شیر زنه، در درون روغن زنه، شربت زنه، آب زنه، آب و شیر نجس نمیکنه، یعنی با او آب طهارت کردن درست، شیر خوردن ممکن، روغن خوردن ممکن، شربت خوردن ممکن. دورای شوروی ده برای همین لیمونات تیار کردن در آن حوض قورباغه سر میدادن، هم خوردگی که نمیجا بودن دورای سیروس هم لیموناتای میخوردن، هم در آنش برای قورباغه بود. اینا پرسی نمو بچه‌ای که لیمونات تیار میکردن پرسی نمو حوض قورباغه داشت، برای همین قورباغه در داخل آب بودن آب نجس نمیکنه. پنجم 6 سوال داده اید. خب پنجم اگر در قیام یا قعود یا سجده خوابت برد طهارت میشکند یا نه؟ یعنی در حالت راستا بودین شما که خوابتان برد، یا در حالت رکوع بودین که خوابتان برد، یا در حالت نشستن یا در حالت سجده، در اینجا طهارت نمیشکند، طهارت نمیشکند. حتی میگد مسئله ده که در حالت همین نشستن اتحیات میخوندی که خوابت برد، حتی خوابی که هم تا جنبیده است، همین هم میگه طهارت نمیشکنه. اگر در زمین زن و چشمش در اگشاده هم شود طهارتش نمیشکنه، لیکن اگر در زمین غلط هم حالت اتحیات خوندن و بعد مدت بیدار شود اینجا با طهارت میشکنه. ولی در این حالت انا زن در حالت سجده خوابش برای طهارتش میشکنه، ولی از مرد نمیشکنه. ششم
میگویند که سه نمود خنده است. دو تای اون نماز را فاسد میکند و یک تاش نماز فاسد نمیکند. بگوید که اون کدام است؟ خب سه نمود خنده: قهقه، ضحک، تبسم. وقتی که اگر قهقه زدین، همین خیل خنده کردین که هم خودتان شنیدین هم پهلواتون شنید، اینجا هم نمازت فاسد هم طهارت شکست. اینا خنده قهقه میگن. خنده ضحک. خنده ضحک چی است؟ خنده ای که نفس خودت میشنود ولی پهلوت نمیشنود. اینجا در نماز فاسد میشود، طهارت نمیشکند. خنده تبسم. تبسم این که همون دندانات نمایان میشود و خلاص، صدای نیست. اینجا در نه طهارت میشکند نه نماز فاسد میشود. خب اگر به شرطی که خنده قهقه باشه برای بچه نابالغ، نه طهارت چه میشکند نه نماز چه فاسد میکنند. اگر شما در نماز جنازه و در سجده تلاوت هم خنده قهقه هم کردین یا خنده کردین که پهلوگیت هم شنید، نه نمازت فاسد میشوند نه طهارتت میشکند. این فقط برای نمازهایی که رکوع سجده دارند. خب برای اونهاست. برای سجده تلاوت، برای جنازه قهقه نمیشکند، زیرا که همین قهقه در وقتی رخ داده بود که در زمان پیامبر که نماز صاحب رکوع سجده